والا 2.5 کیلو سنگ است، ارزشش دیگه برای فعلا پیش 43 ساله است و به گفته خودش 3 سال پیش هنگامی که سرمایه‌اش را در کارهای ساختمانی از دست داد به کار قاچاق سنگ‌های گرانبها رو آورد. باشنده ولسوالی کشم بدخشان است و میگوید که بیشتر سنگ‌های استخراج شده معادن ولسوالی کرانمنجان این ولایت را به کابل آورده است و یا هم به پشاور پاکستان برده است و فروخته است. وی با نزدیک به 3 کیلوگرم سنگی که به نام لعل پیازی شناخته می شود در بندر تورخم به دام نیروی مرزی افتاده است. با پشاور برید، با تیلری برادر از تورخم تیر میشه میره و با چی که با تیاره که نمیره. در حالی که حکومت استخراج و فروش غیرقانونی سنگ‌های لاجورد را ممنوع ساخته است، این مرد میگوید که معادن لاجورد در کرانمنجان بدخشان هنوزم از دست دولت بیرون هستند. صلاح غیر مسئول است دیگه. هر کس خودش فقط هم یک قوم برای در بدخشان مدن برای خاص برای مردم اسکازر است. مرزبانان در بندر تورخم نیز تایید می‌کنند که قاچاق سنگ‌های گرانبها که بیشتر از معادن بدخشان به دست می‌آیند به بیرون از کشور ادامه دارد. اسکنرهای تلاشی و هم از بایک‌ها و هم از پرسنل برای ما ایجا آماده بکنن و بتوانیم که امنیت بهتر در بندر تورخم به وجود بیاریم. در این میان پلیس بدخشان تنها ریگشویی طلا را از سوی مردم در ولسوالی راغستان این ولایت می‌پذیرد. بنده که با حفظت معدن ایجاد شده، پرسنلش فعلا سرکار آمده. بیش از 1 سال پیش نهاد گلوبال ویتنس در گزارشی از افزایش درآمدهای طالبان از معادن بدخشان که به گفته این نهاد بیشتر با باجگیری از استخراج کنندگان این معادن به دست می‌آیند هشدار داده بود. به باور گلوبال ویتنس اگر کابل و جامعه جهانی در جلوگیری از استخراج غیرقانونی این معادن کاری نکنند، این کشور در آینده با تهدیدها و دشواری‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.